سلام علیکم. سلام آقا. حالتون چطوره؟ سلام علیکم. احوالتون چطوره؟ عزیز ما هیجان زده شدن آقا. انتظار نداشتیم شما بیاید. خدا انشالله حفظتون کنه. سلام علیکم. اهلا و مرحبا. ارامنه و مسیحی ها در ایران بیگانه نیستن، جزء ملت ایران. عید بر شما مبارک باشه. سلامت برای ارامنه در جنگ خیلی خدمت کردن. ما به خانواده های شهدا افتخار میکنیم، چه شهدای مسلمان چه شهدای مسیحی. من نسبت به ارامنه ایران احساس محبت و نزدیکی میکنم. آلفرد چند سالش بود که شهید شد؟ 20 سالش. 20 سالش. چون شهدای مسیحی هم خانواده هاشون وفادارانه پای این انقلاب و این نظام ایستادن. باعث افتخار اصلا باورم نمیشه شما اینجا نشستید. منم مثل خواب میبینم. چه کار کنم که باورتون بشه؟ قدمی که در این منزل گذاشتی خیر و برکت شما در این منزل ماها را این مثل شوکه کرده. اسم شما چی آقا؟ میشه میشل. شما هم میگید میشل. مایکل. مایکل. میخائیل دیگه. آن سعیده. بله یه عده میگن میخائیل. بله به لهجه میکائیل. انگلیسا میگن مایکل. ایتالیا میگن میکلا. میکل لبه اونا یک کمی فرانسوی ها میگن میشل. حالا شما با اسم این ما رو زیاد پیچون. این شیرینی مخصوص ارامن است. اسمش نازک. اگه اسمش چیه؟ نازک. نازک. بفرمایید. اگر وقت داشتم دوست داشتم ارمنی رو یاد بگیرم. یکی زبان شما رو، یکی زبان آشوری ها رو. اونم دوست داشتم یاد بگیرم. من البته با ارامنه یه سابقه ای دارم. بله یه سابقه قدیمی داریم. سال 42 من زندان بودم تو همین قصر قلعه. تو این سلول ها یه جوونی بود که بعدها البته معروف شد. آوانسیان. گاگیک. نه گاگیک. قاگیک گاگیک آوانسیان. این به تدریج با من دوست شد. شبی که میخواست بره صحبت کردیم. بعد گفت من میدونم اگه یه نارنجک یه به هر حال یه چیزی به من میخوره. بعد من برگشتم گفتم خب نرو اگه میدونی همچین. به خدا قسم برگشت گفت نمیتونم. باید بری. مرخص فرمودی؟ والا راضی نیستم بریم. موفق و معید باشید. خدا انشالله محفوظتون بداره. خدا حافظتون. خدا حافظ. خوش آمد. میشه عکس بندازیم با هم؟ عمرم زیادم رفته نمیخوام.